ببخشیم دیگه برو رکا خوار جان که چای نیه دیگه گفتیم همین چای باشه با در مونده چای خوردن میشیم همین حساب کتاب بعد از ما شما در میره. خب کار کردم امروز دیگه به هر حال ما بفهمیدم که به جا برا رو دم چی بیتره پول، به جا خوار رو دم چی بیتره پول که دیش همه چیز داری. خیلی نه حساب کتاب ما بکنیم بله حالا فقط به شرط که قولی بدیم که بعد از اینکه حساب کتاب شما صاف شد امروز نری مثل همیشه برار ما بخور برار ما این کارا دیگه نکنی. بعد همه خیشاتو میبینن فکر میکنم 100 لک پول از تو بخوردم که موتر برده کس نفهم فکر میکنه BMW بود. خب اصلا گری بودم موتری بود دیگه. خب هر وقت تو دوا خود خوب کامل معلم حساب کایا دقیقه چوب باش تو طول خونه شما نیم خورد و کلونی خونه میفهمیم برار شما حال خیلی خوب حساب میکنه میدونم پولا شما رو میدم حسابایی که شما داریم همینجا نوشته. خب اگه اون حساب که اصلا سر نخوره با حساب من نمیدم برام. خب تو پیش خود در نره. بله. تو چند میستی از من؟ من 1,20,000 روپیه. 1,20,000 درست. خب اینجا درست گفتی آفرین. 1,20,000 پول تو که پول قدیم بوده حال میشه چنده؟ 32,200 روپیه. بله؟ 3 سال برای جو تیر شده. پس تاریخ این قضا هم دیگه تیر شده. فهمیدی؟ بعد پول تاریخ تیر شدم 3 لک چندی بود؟ 1,20,000 هم بیشتر از 30,000 ارزش نداره. اونم برمیدارم. اگه نمیایی همون هم نمیدون. برو باید کار خب برو. نمیشته میکنم. خب هیچی دیگه. خب خواه تو چی میگفتی؟ چندی مثلی تو حساب کتاب تو خودمه چیه؟ از ما برای جامو موتر میبینید که دفترها تعطیل شد دادم دستت دادم پول همون مایم برو این به دفتر خارجی کار میکرد موتر نموزو مفته بودم تو این برو بیا دفترها درسته شد گفتم مال خیلی خواه موتر بودم باز یک چیز دیگه ولی نفهمده که پول میده بعد از او موتر که تو به جریانی که دوز بود بمرد یا نبود خوب برده باشه برادرم همین مالی که دوزیش تمام کنی حرام است یا نه؟ حرامه. هی خدا من شما خیلی بده. خب مشکل موضوع کار شد بی حساب شده مشکل تو من شد بی حساب شدیم دیگه پشت سر رو گپ نزنه خواهشان. خب برو تو چند دیوستی از من؟ یعنی لو گمش کنیم دیگه سر از این برار ما شیره مونده سر خواه ما شیره مونده از من همون هم درست میگم گمش کنیم چی بعد نگردیم یعنی چه شیره من به صورت واقعی و حقیقی نه دادم حساب اینا صاف کردم. خب تو چیزی بگو هر چی میگو که حساب کنم مرتیکا 1,20,000 شما پول داد شما 30,000 مرتیکا حساب داریم مثلا موتر خورد بعد 2 ساعت پیش شما بجون میگفت که ولی تا اون حرامه. خب وقتی که چیز واقعیت دیگه از حقیقت فرار نکنه من چیز غیر منطقی نمیگم. گمش کن بعد نگردیم حالا تو بگو اون حساب خوب بگو حساب ما از حسابمون برمونده سرا بود که شما 2 سال اگه دیگه مونده جیگر رامونه آفرین پول خونه بیامدیم مثلا حساب خونه دقیقاً تو از مثل اگ مستی بله پول خونه بله سیکو من 2 لک مصرف کردم که اون خونه خراب کردم بعد 30 لک مصرف کردم که آباد کردم دوباره چند تا بعد از اون بعد اگه حساب کنیم من تقریبا 29 لک فیکس تاون کردم حالا من نمودم این 29 لکی که تاون کردم از این صورتو من از تو هیچ نگفتم که بیا حداقل 5 لک تو تحویل بکش تو بیا من امروز ساعت خورده هنوز به جلو چشتونه برجام میری میگی برار من مثلا من خراب میکنی. خب ما خدا جان ما هم دیگه اگر عجب منطقی هم که داری نو خدا منطق غیر منطقیه. ها من همین 30 لک تمام میکنم از این مورد حداقل تو برار بدی بیگونه نی بگو لا نه 5 لک هم بیا اطراف میگیر از تو که تو تاون که دز میسرم تاون کجا کردی تو خونه ساختی خونه تیار کردی تو به جایی که بگی برار خیلی تو ضرر کردی 29 لک پول کم نیه برادر یعنی بیاد 5 لک هم اطراف من از تو که تو بیچاره خیلی تاونی نشی با به جای بیاد چیکار کنه همون سلک خود یک سری به چشم میکشه و من هر جا میشینه سلک من برار من نداده زمین من مرا مفت چنگ میره خب نماز سلک شما خب مستی ولی می 29 لکی که تمام کردم کی میده تو بگو منطقی یا سگو تو نه برو همون زبطو میگم من میفهمم تو سرما شیره میدیدی کلا گشتی به سرما پول منم ندادی موتر از اون خواهرم بخوردی حال در قبال سرا از این راست میگی تو 29 لک ضرر کردی خوله مصرف کردی ضرر دیگه همون زبطو بود حق قبال میخوردی
این تو کارا خوبیت نداره بخاطر بریم برادر چی پیش از این بریم ما تو از این برادری مرتی دیگه نمیام ما از خودت تو سلام علیک دیگه نداره برو بابا سلام علیک شما رو چیکار کنم کجا شما کاره بریم را کار خوب از قدیم میگم تا مفلس در جانه چی تا احمق در جان مفلس در نمیمونه بابا اینا هم غلامت پول میگیرن غلامتی که مثل غلکه پول به تا انداخته میشه ولی برداشته نمیشه پول ما آبرو برجوردن که اون پول ما این پول ما چیه بابا شما مگه یک جمعی نیاز داشتین که کسی به حساب شما تصویر کنه یک زنگ غلامت بذارید